آسمان منی و یا در آسمان محبت هم آشیان منی. تو آن تراویش نوری که در شبان سیاه دل نگاهبان منی. اگرچه قسمتی ما و تو داستان ها زد، هنوز هم شعر و غزل و داستان منی. سلام و درود پر از مهر و محبت ما را بپذیرید بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاب باران. بهار فصلی جوانی به هر یک شما مبارک باشد. در برنامه امروزه خواستیم عاید موضوع جوانی و جایگاه آن در اشعار استاد لایق شیرعلی صحبت آراسته باشیم. مهمان امروزه برنامه آفتاب باران دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، مؤسس اکادمی مرادی استاد نظامی‌الدین مرادی هستند. سپاس بی‌پایان، سلامی شعله‌ور و قلقله بهاری برای شما خواهر جان عزیزم و برای کل کارمندان شرکت با نفوذ سیمای مستقل اول و عزیزان و همدیاران مبروک و خجسته. خوش آمدید استاد به برنامه آفتاب باران. شما اولین مرتبه در برنامه ما اشتراک دارید. برای همین قدوم شما را به شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم خوش آمدید میگوییم. و ما عاید موضوع جوانی چند برنامه ثبت کرده بودیم. ادبیات شناسان عاید جایگاه آن در اشعار استاد لایق فکر و اندیشه های علمی خویش را بیان کرده بودند. میخواستیم در برنامه امروزه یکی از شعرهای استاد لایق را با نام حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است شرح میفرمودید. نظر شما بابت جایگاه موضوع جوانی در اشعار استاد لایق چگونه است؟ تشکر زیاد گل‌های خواهر جان عزیز. گر روشن آفتاب کند روی روز را، بی روی دوست روز مرا آفتاب نیست. در اینجا نیست از جانب ادیب صابر ترمذی کلمه آفتاب اشاره می شود. بگذار برنامه شما آفتاب باران مهر باران باشد، سبب جلب و جاذبه دیدار گرم دوستان باشد. خیلی شادم که با صمیمیت استقبال کردید. دوستان گرامی همدیاران ارجمند، واقعا چنانه که اینجا ذکر کردن شعر حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است، اصلا آن شعر افسانه جوانی عنوان دارد و من به خدمت شما این شعر را یعنی که پیشکش میکنم چنانه که لایق بزرگوار میگویند. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. امروز گر جوانم در آرزوی فردا، امروزی من به نامی فردا پر از جوانی است. حالا که من جوانم نوروزی سال عمر است، هر لحظه زندگیم سرفال فال عمر است. حالا که عاشقم من اندر دلم تو گویی، حدی کمال عشق و حدی جمال عمر است. در نبض من تو گویی فواره جنون است، در سر هزار سودا فکری چرا و چون است. در هر نفس بسوزم در هر قدم بلغزم، هر لحظه امتحان هر لحظه آزمون است. من بیکنار اما دنیاست در کنارم، در راه های دنیا چشمی امید دارم. هر چیز که بخواهم اندر خیال و نسیه است. حالا بجز جوانی نقدی به کف ندارم. من رود نوبهاران پر آب برف و باران، پر آب چشم ساران، پر آب آبشاران. ای کاش که بدانم در تیرمه چی ماند از این همه خروش و مستی و شور و طغیان. من رهروی کبیرم با راه نانوشته، دهقانی با برارم با دانه‌ای نکشته. هر شعر که نوشتم خام است و نیم کاره، من شاعری بزرگم با شعری نانوشته.
حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است. تشکر زیاد. بسیار زیبا، بسیار قرائت زیبا بود. واقعا شعر استاد لایق هم پرمعنا هم خوش آهنگ است که وقتی که گوش میکنیم معنای آن را هر نفر درک میکند، ولی میخواستیم امروز اون معناهای پوشیده، اون معناهای جالبی که در این شعر نهفته است به بینندگان شرح میدادید. تشکر زیاد. سپاسمندم. واقعا بهترین موضوع، جالبترین، جاذبترین لحظات عمری، فصلی، طلایی زندگانی انسان است. در اینجا سوالی برمیان می آید که دوستان گرامی، همدیاران ارجمند، پس برای چه لایق شیرعلی در این شعر خویش موضوع جوانی را برداشتند؟ تسکین خوجندی می فرمایند که ای جوانا خوب دان که ما جوانی داشتیم. ای جوانا خوب دان که ما جوانی داشتیم، مزرعه اخلاق را تخمی معانی کاشتیم. همچو تاک خاموشانه بر وطن پیچیده ایم، چون که خاکی پای نیکان بر مژه برداشتیم. واقعا دوستان گرامی، کسی که فصل جوانیش را چگونه سپری کند، همان گونه اکرام و عزت و اعتبار را در کهنسالی و در بزرگسالی می‌بیند. از این خاطر استاد مرادی خوجندی هنوز زمان شوروی، همین دو بیتی که ایجاد کرده بودند و سبب زمزمه محبوبانی زیاد گشته است، گفته بودند که اگر پرسند از من ای فلانی چه قیمت تر بود در زندگانی، جوابی قطعی و سنجیده من جوانی و جوانی و جوانی. بله، خب دوستان گرامی، وقتی که سخن درباره جوانی رفت، ما باید با تکیه بر سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان، با تکیه بر پیام های جناب عالی، واقعا گوییم که جوانان همیشه پیش قدم باشند. چون که مس سخنان اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نه فقط جوانان را بلکه همه مایان را هشدار می‌دهد و راهنمایی می‌کند. چنانچه عزیزان دل در یکی از سخنرانی‌های جناب عالی آمده است: حکومت تاجیکستان تشبث و پیشنهادهای سازنده جوانان را همیشه دستگیری نموده، برای عملی گردیدن آنها امکانیت فراهم می آورد. نورسان و جوانان ما را ضرور است که جواباً به این غمخواری ها تمام سعی و تلاش خیش را به دانش اندوزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایت وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری روانه سازند. بینید، بله، واقعا برای جوانان ما خیلی امکانیت فراهم است. خب لیکن شما میخواستیم بگویید که تصویر استاد لایق چگونه است؟ بله، برای تصویر استاد لایق، جوانی از نگاه استاد لایق چگونه است؟ واقعا برای رهگلی پژمرده دیدم، لگد مول است و مینالد نهانی، زمانی زیبی کاکل بودم اکنون جوانی و جوانی و جوانی. بله. این موضوعی هست که خیلی از کلیات استاد لایق بسیار مشاهده میکنیم. از وابسته به این موضوع نیز استاد لایق وابسته به امکانیت های جوانان در زمان معاصر خیلی اندیشه های خود را بیان کردن. میخواستیم اندیشه های شما را وابسته به همین شعر بیت به بیت دانسته باشیم. آفرین. وقتی که استاد لایق در این شعر موضوع جوانی را میبردارند، چنانه که اینجا بینندگان ارجمند ما شنویدند و شاهد بودند، استاد لایق وقتی که اینجا ما بیت به بیت اگر شرح دهیم، واقعا سزاوار است که این شعر مشهور افسانه جوانی چند برنامه تهیه شود. و من از همین خاطر یعنی که با سرعت گفتنی هستم که وقتی که استاد لایق میگویند که حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی است. هر یک جوان وقتی که ایام جوانی را در بر دارد، تمام دنیا را جوان میبیند.
از همین خاطر هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. تحکیم مصرع اول است. و امروز گر جوانم در آرزوی فردا. انسانی که واقعا این ایام طلایی زندگی را دارد همیشه در آرزوی فردا است. برای چی؟ چون که آغاز و نخل پرثمر عمر زندگانی انسان از جوانی است. یعنی که اگر همان ثمر از جوانیش نخل ثمر پرقوت با باشد در بزرگسالیش واقعا برای مردم سبب نشأت و سبب سعادت می شود. امروز من به نام فردا پر از جوانی است. یعنی که لایق بزرگوار امروز و دیروز و همه روزشان را پر از نکهت و نشأت جوانی می‌بینند. حالا که من جوانم نوروز سال عمر است. اینجا تشبیه است. یعنی که واقعا نوروز آغاز سال است، ایام بهار است، یعنی که اولی تقویم است، میلاد است، جدید است. از همین خاطر جوانی هم همین است، آغاز تقویم واقعی زندگانی انسان است. از همین خاطر بزرگان گلحیا خواهرجان عزیز میگویند که انسان در جوانی صاحب علم می شود، صاحب هنر می شود، صاحب کسب می شود، حتی صاحب عائله می شود. یعنی که در جوانی این پای دیوار عمر زندگانی انسانی است. از همین خاطر لایق بزرگوار اشاره بر همین دارند. هر لحظه زندگی هم سرفال فال عمر است. از هر روز زندگی، از هر ورق ایام زندگانی انسانی جوانان فال نیک می جویند. یعنی که با امید فردا جوانان می نگرند. از همین خاطر حالا که عاشقم من اندر دلم تو گویی، حدی کمال عشق و حدی جمال عمر است. در ایام جوانی این کمالات عشق است. انسان مفتون می شود، عاشق می شود، محبوب می شود، محبوبه می شود و حدی جمال عمر است. تمام زندگی را در منظره های زیباترین مشاهده می کند. از همین خاطر ایام مثلا عشق و محبت و دوستداری و صفا و نور و تراوت است. یعنی که اشاره استاد لایق بر همین است. و در بند سیوم میگویند که در نبض من تو گویی فواره جنون است. هر یک مصرع لایق بزرگوار اشاره بر حکمت های کلاسیکانی ما است. اگر گلحیا ما این خیلی در آغاز که مقایسه کردید بینندگان ما نیز از این چیز غذای معنوی گرفتن. درست است. برای چی مقایسه کردن که پیشتر چگونه بود ادبیات کلاسیکی موضوع جوانی و حالا چگونه است. بله. یعنی که اینجا من گفتنی هستم که سخنان لایق بزرگوار وقتی که ما تحلیل میکنیم هر یکیش هر یک مصرع، نه هر یک معنی، نه هر یک بیت و قطعه و بند، بلکه هر یک مصرع افتتاح می‌یابد، یعنی که ابتدا میگیرد از سخنان کلاسیکانی ما. در نبض من تو گویی فواره جنون از بزرگان ما میگویند که جوانی یکی از شعبه های جنونی است. جنونی این دیوانگی است. این به جهت خیر است که از جوانی چنانی که خون انسان جوش میزند، یعنی که چنان پیشرفت است، پیشرو است، بعضا به حد و کنار نگاه نمی کند. در سر هزار سودا فکری چراب و چونه در جستجوی زندگی هستند. یعنی که جوانان همیشه که وقتی که معما پیششان می آید همیشه کوشش می کنند که آن معماها را برطرف کنند. مثلا بینید که داستانهایی که از طرف کلاسیکانی ما مثلا نوشته شده، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامیق و عذرا، کامده و مدن، این انعکاس حیاتی جوانی این قهرمانان هزار ساله لیریکی بیزوال ادبیات فارس و تاجیک است. یا که اسکندر مقدونی تا 33 سالگی جهان را مسخر کرد. حتی که جزجانی یکی از شاگردان با وفای شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا میگوید که از زبانی یعنی که استادشان شیخ الرئیس گفته بودند که آن علم و دانشی که من تا 18 سالگی فرا گرفتم بر آن چیزی افزون نشد. یعنی که این تحکیم و تصدیق سخنان لایق بزرگوار است. دیدید با مثال با برهان سخن کردن همه وقت بهتر است. در هر نفس بسوزم، در هر قدم بلغزم، واقعا هم همین است. حاجت به شرح نیست. هر لحظه امتحانی، هر لحظه آزمون است. بهترین و گرانترین امتحان ها هم واقعی و هم مجازی در ایام جوانی انسان ها رخ میدهد. یک مثال رئالی واقعی، وقتی که مکتب را دانشجویان دانشگاه را ختم کردن، مکتب را ختم کنندگان یعنی که به آخر رساندن، امتحان های واقعی دارند.
برای ختم مؤسسه ها، وقتی که مثلا برای صحبت می روند بعد از ختم دانشگاه به کارگاه به مصاحبه می روند، هر یک این امتحان های زندگی است که استاد لایق بزرگوار بر آن اشاره دارند. میگویند که من بیکنار اما دنیاست در کنارم. این سخنان لایق بزرگوار بر معجزه بودن ایام جوانی انسان درک میدهد. من بیکنار یعنی که انسانی که مثلا جوان است کوشش میکند که تمام دنیا را در کنارش داشته باشد، یعنی که با تمام حالتها برخورد داشته باشد. بینید من بیکنار اما دنیاست در کنارم. من میتوانم که دنیا را در خود گنجایش دهم. در راه های دنیا برابر این چشمی امید دارم. هر چیز که بخواهم اندر خیال و نسیه است، حالا بجز جوانی نقدی به کف ندارم. یعنی که دیدید، یعنی که آن موفقیتی که یگانه در کف من است، میگویند لایق بزرگوار این جوانی است. میگویند که شاید مثلا این یا آن جوان در مثلا رشد دنیوی موفق نباشد، لیکن موفقیتی بزرگی من میگویند لایق بزرگوار این چی است؟ این جوانی است. من رودی نو بهاران، اینجا لیریک میرد، اینجا تصویر میرد، اینجا صفت آفری، اینجا صفت چینی میرد، اینجا آبرس ها میرد. بینید من رودی نو بهاران، پر آبی برف و باران، پر آبی چشم ساران، پر آبی آب شاران. یعنی که بینید استاد لایق بزرگوار واقعا اینقدر با ترنم یعنی که فصل جوانی را اینجا شرح میدن. من رهروی کبیرم با راه نانوشته. این گونه مثلا بیانات واقعا خاصی سبک لایق بزرگوار است. بینید با جوش و خروش ایام جوانی را انعکاس کردن، اما در جنبست شعر افسانه جوانی کمال خاکساری میکنند. من رهروی کبیرم با راه نانوشته، دهقانی با برارم با دانه نکشته. هر شعر که نوشتم خام است و نیم کاره، من شاعری بزرگم با شعری نانوشته. بهترین، خیلی شرحی پرمعنا بود. اطمینان دارم البته شعر استاد لایق خیلی ساده بیان، ساده فهم است، ولی که وقتی که ادبیات شناسان را دعوت میکنیم یک شعری که انتخاب میکنیم آنچنان معناهای نو را به بینندگان ما پیشنهاد میسازند که اطمینان دارم که برای رنگین گشتن جهان معنویش آنها خیلی مساعدت میکند. درست است. وقتی که ما این شعر افسانه جوانی را میخواندیم فراموش نکردن در کار که اساس و زمینه و ذخیره اساسی اشعار لایق بزرگوار از جمله همین شعر هم این ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک خردنامه جهانی است. مثلا بینید قابوسنامه، عنصرالمعالی کیکاووس، من برای خودم در اینجا اشاره کردم که حتی که عنصرالمعالی کیکاووس درباره مثلا جوانی خاص برای فرزند عزیزش تاکید میکند و میگوید که ای پسر، در قابوسنامه به گیلانشاه هرچند جوانی، یعنی که هرچند جوان هستی پیر عقل باش. متوجه شدید؟ متوجه شدید؟ بله. ای پسر هرچند جوان هستی پیر عقل باش، خردمند باش. یعنی که شعبه جنونیه که اینجا استاد لایق گفتن، یعنی که کوشش کن همان را ترک کن. یعنی که جوانی هستی اما حدودی جوانی را رعایت کن. نگویم که جوانی مکن، 1000 سال قبل گفته ایستادن، اقتباسی 1000 ساله است. نگویم که جوانی مکن ولیکن جوانی خویشتندار باش، خود را بشناس، قدمت را دانسته بگذار. و میگویند و نشست و خیز همه با جوانان مکن، اگر جوان باشی هم با پیران نیز مجالست کن و رفیقان پیر و جوان آمیخته دار. بله بهترین. از همین خاطر گل‌حیا وقتی که ما سخنان اشعار منظومات لایق بزرگوار را میخوانیم، اشعار لایق راهنما است، راهگزین است، رهاورد است. انسان را و خاصه جوانان را به خودشناسی، به درس وطنداری، به خویشتن شناسی، بر محبت بر وطن، دوست داشتن دیار، خدمت برای آبادی جامعه، در دل
پروریدن مهر و محبت والدین، خواهر و برادر، تعلیم و دوست داشتن معارف و معرفت وادار میکند. تشکری زیاد استاد، بسیار صحبتی پرمحتوا بود. خوش آمدید میگویم به برنامه آفتاب باران. باشد که واقعا جوانی فصل زیبای عمر است، باشد که با برابر زیبا گذشتن پرمحصول گذرد و جوانان ما از ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر تاجیک برخوردار باشند و از آن برداشت کنند. فکر شما چگونه است؟ فکر من آن است که از آن سبب که من ادبیات شناس هستم، چی چاره که با 4 مصرع فکرم را جنبست کردنی هستم. بزرگوار میگویند که جوان گفت ای پیری دلاگاه. یک جوان انسانی کهنسال را میبیند که قامتش خم است. جوان گفت ای پیری دلاگاه، چی گم کردی که خم گشتی در این راه؟ بابا جان شما چی را گم کردید؟ یگان چیز را میجویید و میکابید. فکر کرد که آن یعنی که کمان قامت، آن موی سفید مبارک اندام ولی که یعنی که پشت خمیده، جوان فکر کرد که چیزی را میجوید. جوانی گفت ای پیری دلاگاه، چی گم کردی که خم گشتی در این راه؟ جوابش داد پیری خوش تکلم که ایام جوانی کرده ام. واقعا ایام جوانی ایام بردباری زندگانی انسانی است. با اجازت شما یک مطلب را افزودنی هستم. همدیاران گرامی، دوستان ارجمند، محبوبان برنامه های جاذبه‌ناک شرکت سیمای مستقیل اول، گفتنی هستم که همین گونه صحبت ها، شرح شعرها، معرفت، صنعت سخنوری و مهارت راویگی محض در اکادمی مرادی نیز تعلیم داده می شود. کسانی که مثلا می خواهند که فرزندان عزیزشان را برای تحصیل، برای رشد معنوی و کمالات سخنوری مثلا به اکادمی مرادی روانه کنند، می توانند که به رقم 92 626 60 00 ارتباط گرفته باشند. تشکر بی پایان باشد. خوش آمدید استاد عزیز. برای صحبت گرم و پرمحتوا سپاس اهل تهیه‌گران برنامه را می‌رسانیم. در نهایت برنامه از فرصت استفاده کرده با ایام نوروز، با ایام بهار همگان را تبریک کرده، خاصتا شما را مبارکباد میگویم. اینجا کتاب‌هایی که ما در اکادمی مرادی برای فرزندان مردم تهیه میکنیم، چند نمونهش را با خود آوردم برای شما تقدیم میکنم. زندگیتان مثل نامتان گلباران و گلپوش باشد. سلامت باشید استاد. خوش آمدید باری دیگر. رحمت. به هر جایی که من رفتم همیشه دلگشایی و همیشه روی خندان بود. به هر جایی که من رفتم زی جوش خنده و شادی نه بدگویی نه بهتان بود. به هر جایی که من رفتم جوانی ارمغان بردم. هزاران جام خالی کرده و بزم حریفان را زی جوش خنده پر کردم. بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاب باران، در همین جا فرصت برنامه آفتاب باران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. خیر عزیزان.